أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، تعداد من صلوا لله في الحرمين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت 15.
ای اهل کوفه، جاسوسان، لعنت بر شما، خبرچینان، لعنت بر شما دروغگویان فاسق. ای خبرچین ها، ای اهل کوفه. این جزای کسی است که خلاف دستورات خدا را عمل نماید. رحم کن ای ابوالقاسم، رحم کن. امیر مؤمنان فرمان داده به جزای شرابخواریت برسی. اما امیر مومنان بردبار است و انسان باگذشتی است و میبخشد. ولی صبر و گذشتش در اجرای حکم خدا نیست. به خدا قسم دیگر تکرار نمی شود. دست به شراب نمی زنم. لعنت بر شما ای اهل کوفه. به اهل کوفه مربوط نمی شود. تو خودت می دانستی که شرابخواری گناه کبیره است. کمکش کنی تا به خانه برود. کوفیان ننگ بر جفای شما، بر دورنگی و حماقت و ادعای شما. کس نداند صفای جانید ای 200 لند بر صفای شما. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امشب چرا انقدر گرفته ای؟ خبرهایی که از کوفه رسیده دلم را تنگ کرده. بگذار در گمراهیشان بمانند. روزی سخت در پیشگاه خداوند در انتظارشان است. آیا باید دست روی دست بگذاریم در حالی که میبینیم چگونه با دین خدا بازی میکنند؟ این حکمیت باطل است. نتیجهش هم هرچی باشد باطل است. به خدا قسم این قضیه تنها با خونهایمان اصلاح میشود. چه شهرهای زیادی که مردمان آنها از مردمان شهری که تو را بیرون کردند قدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود کردیم و هیچ یار و یاوری نداشتند. آیا ما برای این به نهروان آمدیم تا بنشینیم و نگاه کنیم مردم با دین خدا چه میکنند؟ باید کاری انجام دهیم. ما هم درباره همین سخن میگفتیم. مردم هنوز در حال پیوستن به ما هستند. برای باقی آنان هم باید تجهیزات و از پای ورزیده آماده کنیم تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خیش را بترسانیم. پس نگران نباش ابن ملجم. نجاشی، نگفتی چه شد که به ما پیوستی؟ تو که قبلا نمیخواستی اینجا بیایی. خدا را شکر، خدا را شکر که با ترک آن مردم متظاهر خدا مرا به حقیقتی که شما در آن هستید هدایت کرد. پس از اینکه فهمیدم راه شما صحیح است نزد شما آمدم. فردا انشاءالله در دومة الجندل حاضر می شوند. خدا کند. امیدوارم همه چیز به خیر و خوبی تمام شود. امیدوارم، زیرا کار خیلی گره خورده و زمان آن رسیده که مؤمنان کمی استراحت کنند. ولی اگر معاویه ابن ابی سفیان بر نظر خود پافشاری کرد چه؟ امیر مومنان امیدوار است اتفاقی که در صفین افتاد موضع‌گیری معاویه را نرم‌تر کرده باشد و تا هنگامی که امور مؤمنان سر و سامان یابد صبر کند. هرج و مرج زیاد شده و باید همه آرام بگیرند. میدانم چگونه ابن عاص را قانع کنم. نگران نباش ابو موسی. مادامی که قرآن پیش روی ما و آنهاست هیچ یک باکی نداریم. انشاءالله ابا محمد. این 6 ماه مانند چشم برهم زدن گذشت و میدانید که ما فقط برای اصلاح اینجا جمع شده ایم و حفظ جان مسلمانان به دست ماست. درست میگویی ابا موسی. ما همگی برای اصلاح آمده ایم و باید بنگریم که چه کاری بهتر است. نباید از حق منحرف شویم. به خدا قسم
هدف از این گرد همایی فقط خیر و صلاح مسلمانان است. در بین ما هم که اهل فتنه نیستند. درست گفتی ابا هریره. در دل ما کینه نیست تا دچار فتنه شویم و بخواهیم بر اهل کوفه ستم کنیم. حال بگو شما به چه نتیجه‌ای رسیدید ابا موسی؟ میدانی ابا عبدالله که امیرالمؤمنین اگر من امیر شما شدم بدین سبب نبود که از شما بهترم. اما شما با من بیعت کردید و مرا به خلافت واداشتید و این مسئولیت به خدا قسم از کوه سنگین تر است. چقدر دعا کردم که خداوند شرش را از سرم کم کند. من بین شما مانند قاضی هستم و همان گونه که میدانید قضاوت و حکم بین مردم بیشتر به ورود در شبهه و متهم کردن نفس خیش میماند، زیرا یک قاضی در بهشت و 2 قاضی در جهنم. خداوندی را سپاس میگویم که اگر کاری را اراده کرد دیگر راه گریزی از آن نیست و من نیز چاره‌ای جز حکومت بر شما ندارم. تو بهترین امیر هستی عبدالله. ما تو را رهبر خود کردیم و انشاءالله هرگز پشیمان نمیشویم. درست. اکنون 2 روز گذشته و بر چیزی توافق نکرده ایم. وقت زیادی نگذشته. تازه جنگ بارش را بر زمین گذاشته و طبیعی است که گفتگوها دشوار و سخت باشد. ناگزیر گفتگو به طول می انجامد، ولی در نهایت بهترین تصمیم گرفته می شود. فردا دیگر باید به توافق برسیم. فردا هم زیاد دور نیست. گمان نمی کردم امور این گونه تمام شود. ابناس از همین می ترسیدیم که به توافق نرسیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیر است انشاءالله. مثل اینکه به ملاقات امیر مؤمنان رفته بودی. رفتم تا با وی درباره خوارج سخن بگویم. آنها راه را بر مردم میبندند تا جایی که مردم از جان خود هم در امان نیستند. این قوم غرورشان سبب شده تا از فرمان خدا سرپیچی کنند. وقتی که موضوع را به ایشان گفتی چه پاسخی به تو داد؟ چیزی نگفت. سکوت کرد و به فکر فرو رفت و من ترجیح دادم وی را تنها بگذارم. شاید راه حلی برای این خوارج پیدا کند. خدا امیر مؤمنان را یاری دهد. مشکلات و سختی هایش فراوان شده. خدا باعث و بانیش را لعنت کند. خدا نگهدار. خدا حافظ. دیر باز میگردی؟ کمی نزد امیر مومنان میمانم، سپس به ملاقات خواهرم ام کلثوم میروم. خیلی وقت است ندیدمش. اگر قصد دیدن ام کلثوم را داری دنبال منم بیا تا با هم برویم. من هم دلم برایش تنگ شده. انشاءالله. خدا حافظ. خدا نگهدار. به خدا می سپارمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بفرما برادر. میخواستم سوالی بپرسم. بپرس. پیامبر شما نگفته که دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر؟ بله. تو مؤمن هستی و من کافر، مگر این گونه نیست؟
پس چرا دنیا برای تو بهشت شده و در خوشی به سر میبری، اما برای من مانند زندانی است. سختی‌هایش نابودم کرده و فقرش کمرم را شکسته. گوش کن ای یهودی، دنیا همان گونه که خاتم انبیا و مرسلین فرموده زندان مؤمن و بهشت کافر است. زیرا اگر می‌دانستی که خداوند برای مؤمن در آخرت چه نعمت‌هایی فراهم کرده، متوجه می‌شدی اکنون در زندانم. و اگر می‌دانستی که خداوند برای کافران در آخرت چه عذابی مهیا کرده، می‌دانستی که اکنون در چه بهشت فراخی هستی. فقر از ارزش کسی نمی‌کاهد، بلکه کمبود ایمان و اخلاق است که ارزش انسان را کم می‌کند. هرقوس دیر کرده. به زودی خواهد آمد. به نظرت ابو موسی و ابن آس بر چه توافق کردند؟ هرچه که باشد باطل است. خدا مکرشان را به خودشان باز می‌گرداند. نترسید، زیرا خدا با ماست. مژده بندگان خدا، مژده! چه خبر شده ابن زهیر؟ ابو موسی بی نتیجه و دست از پا درازتر برگشته است. واضح تر سخن بگو هرقوس. ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص به نتیجه نرسیدند و همگی سر جای اولشان بازگشتند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سپاس خدایی را که مکرشان را به خودشان بازگرداند و نیرنگشان را باطل نمود. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. خداوند آنهایی که گمراه شدند را هدایت بفرماید. چیزی بگو ابا محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. اگر امروز به توافق نرسیدیم، فردا انشاءالله میرسیم. امیدوار بودم در کوتاه‌ترین مدت این موضوع را خاتمه دهیم. سال آینده موعد شماست. انشالله که شما راه درست را در پیش گرفته اید ابو موسی. انشاءالله. چه اتفاقی افتاد ابا عبدالله؟ نمیدونم چه بگویم ابا عبدالرحمن. بین شما و ابو موسی اشعری چه رخ داد؟ بر چه چیز توافق کردید؟ بر چیزی توافق نکردیم. چرا؟ شما که 3 روز با یکدیگر نشسته بودید و امور را بررسی می کردید. آنها می گفتند باید این موضوع را رها کنیم تا اوضاع آرام شود و با علی ابن ابی طالب بیعت کنیم. پس از آن از قاتلان عثمان قصاص بگیریم. یعنی آنها هنوز نفهمیدند که ما قبل از برپایی قصاص بیعت نمی کنیم؟ آنها قبول نمی کنند که قبل از بیعت قصاص اجرا شود. لا حول ولا قوة الا بالله. نظر ابو موسی چه بود؟ ابو موسی اشعری میخواهد ما نظر خود را تغییر دهیم. انا لله و انا الیه راجعون. دوباره برگشتیم سر جای اولمان. بله، همه چیز مانند اول شد. سلام علیکم. و علیکم السلام ابن ملجم. علی ابن ابی طالب فرزندش محمد را نزد تو فرستاده. اکنون کجاست؟ در راه است. آمدم خبرت کنم تا قبل از رسیدنش تصمیم خود را بگیری.
محمد ابن علی چه میخواهد؟ گوش کن ابن ملجم. فوراً برو هرقوس و بقیه افراد را به خانه‌ام بیاور. من از کار پدرت علی ابن ابی طالب در شگفتم ابوالقاسم. از کدام کار امیر مؤمنان تعجب میکنی هرقوس؟ این که تو را به خطر میاندازد و حسن و حسین را زیر پروبال خود میگیرد. ایشان از تو بزرگترند و اولاتر این است که آنها پیام او را بیاورند. حسن و حسین چشمان پدرم هستند که با آنها نگاه میکنند، ولی من دست او هستم که با آن ضربه میزند و هنگام خطر او با دستش از چشمانش محافظت میکند. پس چیزی نکن. این سخنان بیهودت فایده ای ندارد هرقوس. اشکالی ندارد ابوالقاسم، اشکالی ندارد. چرا نزد ما آمده ای؟ خیر است انشاءالله. انشاءالله. امیر مؤمنان مرا فرستاد تا به شما بگویم نزد ما بازگردید و گفته به شما بگویم با معاویه به توافق نرسیده اید، توافقی که به سبب آن جدا شدید. پس بازگردید چون چیزی تغییر نکرده است. ولی ای ابوالقاسم، اختلاف ما و پدرت بر سر این نبود و خودت میدانی که داور کردن انسان در دین خدا کفر است. پس اگر بر کارش اعتراف کرده و از کارش توبه کند، نزد او باز میگردیم. گوش کنه ابن وهب. اگر من فرستاده امیر مؤمنان نبودم و از من نخواسته بود که تنها پیامش را به شما برسانم، میدانستم که چگونه زبانت را از حلقوم بیرون بکشم. تو که هستی که پسرعموی رسول خدا، داماد و خلیفه‌اش را کافر میپنداری؟ تو چگونه به خودت اجازه میدهی چنین سخن بگویی؟ آرام باش ابوالقاسم، آرام باش. زیرا همان گونه که میگویی تو فرستاده ای و وظیفه فرستاده تنها ابلاغ است. آنچه میخواستی گفتی و ما نیز آنچه داشتیم گفتیم و از آنجایی که کار تو فقط ابلاغ است دیگر بحث نکن. برو و سخنان ما را برای پدرت بازگو کن. اگر راضی شد که روی چشم، وگرنه در معصیت خدا اطاعت از مخلوق جایز نیست. که اینطور باشد. پسرمو و داماد رسول خدا با این سخن ما را در تنگنا قرار داد. باید پاسخش را میدادی. چرا اجازه دادی زبان بازی کند؟ او پشیزی نبود که بخواهم جوابش را بدهم. او لیاقت این را نداشت ابن ملجم. اگر نمی ترسیدم امیر مؤمنان خشمگین شود، میدانستم چگونه زبانش را از حلقوم درآورم. رهایش کن برادرم. الگوی من و تو رسول خدا می باشد. مگر هنگامی که اهل طائف او را آزردن نگفت خداوند و قومم را ببخش زیرا آنها نمی دانند؟ پدر تمام تلاش خود را کرد و هیچ نصیحتی را دریغ ننمود. این از نادانی خودشان است. ای کاش پدر اجازه میداد. این مردم بر گمراهی خیش افزودند. باید همینجا جلویشان را بگیریم. نه حسین، دخالت نکنید. مادامی که کاری با کسی ندارند هرچه میخواهند بگویند. خدا به دادشان برسد. چه شده ای مرد؟ مثل اینکه تو را ترساندیم. بله. نترس، تو را شناختیم. تو پسر خباب بن ارت، صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیستی؟ بله.
حدیثی برای من بگو که پدرت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده تا قدری مستفید شویم. پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود فتنه‌ای برپا می شود که نشسته در آن از ایستاده بهتر است و ایستاده از گام بردارنده و گام بردارنده از دوان بهتر است. اگر در این زمان بودی بنده مقتول خدا باش. منظورم همین حدیث بود. آری. کار دیگری ندارید؟ زیرا من عجله دارم، باید بروم. درباره ابوبکر و عمر چی میگویی؟ آن دو بهترین اصحاب رسول خدا و جانشینانش بودند. خداوند به وسیله آنان اسلام را عزت داد. درباره عثمان ابن عفان چی میگویی؟ در اول خلافتش و در آخر آن. او بر حق بود در اول و در آخرش. درباره علی ابن ابی طالب چی میگویی؟ قبل از حکمیت و بعد از آن. او از من و شما نسبت به خدا آگاه تر است و به دینش پایبندتر و بینشش عمیق‌تر است. وای بر توی مرد، تو پیرو هوای نفست شده ای و بر اساس کردار شخص از او تبعیت نمی کنی بلکه به شهرت آن می نگری. خدا قسم تو را به گونه‌ای می کشم که هیچ عربی تا به حال ندیده است. مگر تو اول به من نگفتی که در امانی؟ اکنون خیلی دیر شده. ببندیدش. چه میکنی؟ بدون اجازه برمیداری؟ باید پولش را بپردازی. هی مرد! هی! چه میخواهید؟ ای مسیحی، یکی از افراد من میوه باغت را بدون اجازه چیده. اگر بهای آن را میخواهی من در خدمتم. اگر هم چیز دیگری بخواهی تو اهل پیمان با ما هستی و بر ما حق داری. او را میبخشم، بهایش را نمیخواهم. اما بهایش را باید بگیری. از لطفت خیلی ممنونم. بیا. باز هم تشکر میکنم. چه مردم خدا ترسی بودند. به گمانم آن مرد و زن جرم بزرگی مرتکب شدند. حرمت مسیحی را نگه می کنید ولی برای من حرمتی قائل نیستید در حالی که می دانید من مسلمانم. قبلا حرمت داشتی زمانی که مسلمان بودی؟ زمانی که مسلمان بودم چون به اصحاب پیامبر دشنام ندادم گمان میکنه که دین خدا را رها کردم. او از تو و آنها بیزار است. آیا به خاطر این زن از خدا حیا نمی کنید؟ مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه هستند. آنان هم دیگر را به کار زشت فرا میخوانند و از کار خوب باز میدارند و دست میکشند. خداوند را فراموش کردند. خدا هم ایشان را فراموش کرده است. واقعا منافقین فرمان ناپذیرند.
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این همان جوان است عدی. سلام بر توی جوان. و علیکم السلام و رحمت الله. ابو محمد گفته که تو را دیده که نانت را با سگی در مزرعه تقسیم کردی. چرا این کار را کردی؟ آن حیوان مانند من گرسنه بود. دلم نیامد که من تنها بخورم و او نخورد. ای جوان، به من گفته شده تو غلام ابن عثمان هستی و من تو را نیز همراه مزرعه خریدم. گوش به فرمان خدا و رسولش و شما هستم سرورم. تو در راه خدا آزادی و این مزرعه هدیه ای از من به توست. سرورم، این مزرعه را با آنکه به من هدیه داده هدیه میدهم. خدا حفظت کند. خدا حفظت کند. اجساد این دو را در رودخانه بیانداز تا آب هر جا میخواهد آنها را ببرد. آنها را بیاندازید و بازگردید. گمان کردند که سکوتمان به خاطر ضعف است، تا جایی که به پسر خباب ابن ارت، آن مرد صالح صحابه رسول خدا، دست رازی کرده و او را به همراه همسرش کشته اند. کاری که آنها کردند کافر هم نمی کند. چگونه خون مرد و زن مسلمان را حلال دانستند؟ برای خودشان دلیل تراشیدند. کارشان بی پاسخ نمی ماند. چه هستند که مردم را مشرک می پندارند؟ شرک ظلم بزرگی است. باید نزد امیر مؤمنان برویم تا او تصمیم بگیرد. آیا کسی آن قاتلان را شناسایی نموده؟ بله، شنیدم که مردی مسیحی آنها را در حالی که از باغش می‌گذشتند و ابن خباب را با خود می‌بردند دیده است. او نشانیشان را داده ولی نامشان را نمی‌داند. ای کاش امیر مؤمنان اجازه دهد تا با شمشیرهایمان به سراغشان رفته و از گمراهی نجاتشان. آیا می‌خواهی به خاطر یک نفر مسلمانان را به کشتن دهی؟ پس اکنون چاره چیست ای ابا محمد؟ همان چیزی که خدا و رسولش به ما فرمان داده. ولی ما قاتلانش را نمیشناسیم. نزد امیر مؤمنان می رویم. شاید کسی را نزد آنها بفرستد و درخواست کند که قاتلان عبدالله ابن خباب را به ما تحویل دهند تا از آنان قصاص بگیریم. بلکه خدا آنها را هدایت کند و به کوفه بازگردند. نظر خوبی است به خدا. باز هم میگویم آنها فقط شمشیر میخواهند. برویم نزد امیر مؤمنان. آیا گمان میکنی علی در برابر این کار سکوت میکند؟ نمیدانم. نکند تو از این اتفاق راضی نیستی؟ نمیدانم ابن زهیر. نمیدانم. نمیدانی؟ آیا ما بر علی خروج کردیم تا در خانه های خود بمانیم و نظاره کنیم که چگونه در میان مسلمانان فساد میکنند؟ هیچ تلاشی هم برای جلوگیری از این کار نکنیم؟ هر کس پیرو علی باشد از راه حق منحرف شده. شاید حق با تو باشد ابن زهیر. شاید حق با توست. باید خود را برای کار دیگری آماده کنیم. منظورت چیست؟ منظورم چیست؟ منظورم این است که ما تا کنون کاری به جز کنارگیری انجام ندادیم. به خدا قسم این خودش ضعیفترین درجه ایمان است. باید خیلی بیشتر کار کنیم. خیلی بیشتر. مثلا چه کاری؟
باید علی ابن ابی طالب را مجبور کنیم از امور مسلمانان کنار بگیرد. همراهانش نیز باید همین کار را بکنند، با خوبی یا به اجبار. این کار بهتر از این است که بنشینیم و منتظر بمانیم دستی از غیب به سمتمان دراز شود. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میبینم خوشحالی مالک. چرا خوشحال نباشم؟ اکنون از نزد امیر مومنان علی می آیم. امیر مومنان در پی مصلحت هر مسلمانی است. هیچگاه نیکی را از تو دریغ نمی کند. میدانی ابا موسی، گاهی انسان نمیتواند حق و باطل را از هم تشخیص دهد و تفکری بر او چیره می شود که آن طرفتر از نوک بینیش را نمیتواند ببیند. خوشحالم که این سخن را از تو میشنوم. اعتراف به خطا یک فضیلت است. افرادی چون علی کم نظیرند. او با تقوا و پرهیزکار است، به من حسن ظن دارد و از من خواسته تا فرماندار مصر شود. پس محمد ابن ابی بکر چه؟ محمد به او در اینجا احتیاج دارد. از من خواسته همین که به کوفه رسیدم وی را به اینجا بفرستم. در رفتارت خدا را در نظر داشته باش. اهل مصر امانتی در گردن من هستند و سفارشات امیر مومنان را درباره آنها اجرا می کنم. ای کاش این مردم هدایت شوند و درخواست فرستادگان امیر مومنان را اجابت نمایند. از ته دل دعا می کنم. فرستادگان کی رفتند؟ همین الان امیر مومنان 3 فرستاده به سوی عبدالله ابن وهب در نهروان فرستاده و از او خواسته تا قاتلان ابن خباب را به ما تحویل دهد و خودش و همراهانش از کشتن و ترساندن مسلمانان دست بکشند. به خدا قسم انسان حیران می شود محمد. اگر سکوت کنی فساد می کنن، اگر هم سکوت نکنی باید درگیر شوی و خون به پا می شود. شرط پدر برای سکوت ما این بود که آنان به مسلمانی تجاوز نکنند و کردند. پس منتظر چه هستیم؟ بیا با هم به مسجد برویم. خیر است ابا محمد. در میان راه برایت می گویم. به فرستادگان علی ابن ابی طالب چه میگویی؟ نمیخواهم چیزی از آنان بشنوم. باید کشته شوند. آنها فقط شمشیر میخواهند. آنها کافر و مفسدند. آنها را بکشیدشان و جسدشان را در اطراف کوفه بیاندازید تا دیگران بترسند. صبر دیگر کافی است ابن حاتم. آنها بیش از زیاده روی کردند و بی هیچ ترس و واهمه خون مسلمانان را میریزند. حتی کافران از کاری که این خوارج میکنن شرم دارن. سابقه نداشته فرستاده ها کشته شوند. سابقه نداشته. باید جلو آنها را گرفت و مسلمانان را از شرشان خلاص کرد. آنها حجت را بر خود تمام کردند و شرط امیر مؤمنین یعنی عدم تعرض به مسلمانان را مراعات نکردند.
خدا ساکنان کوفه را لعنت کند و آنها را نبخشد. مرا شلاق زدند و گفتند نصیب توست، خداوند برایشان بدترین را رقم بزند. شکی نیست که علی ابن ابی طالب انصاف را با تو رعایت نکرده. تو با شمشیر و زبانت از او دفاع کرده بودی. خدا مرا به سوی شما راهنمایی کرد و راه حق را برای ما شکار ساخت. خیر است ابن زهیر، چه خبر شده؟ فرستاده علی ابن ابی طالب، قیس ابن سعد ابن عباده اکنون پشت سر من است. علی ابن ابی طالب چه میگوید؟ امیر مؤمنان ابن وهب قبل از اینکه مطمئن شود کاری انجام نمیدهد، اما شما فرستاده های او را کشتید که برای دستگیری قاتلان عبدالله ابن خباب صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده بودند. حالا چه میخواهید؟ قاتلان ابن خباب و همسرش را به ما تحویل دهید و دوباره به همان چیزی بازگردید که از آن خارج شدید. شما دچار گناه بزرگی شده اید. به ما نسبت شرک می دهید در حالی که شرک گناهی بزرگ است و خون مسلمانان را ریخته و آنان را مشرک به شمار می آورید. بنابراین شما می خواهید قاتلان را تحویل بگیرید و ما به سوی شما بازگردیم. بله. گوش کن ای سعد، اگر می خواهید بازگردیم تنها راهش توبه است، میفهمی؟ اما قاتلان را که به هیچ وجه به شما نمیدهیم. چرا؟ چون ما آنها را کشتیم، همه ما برای نصرت دین خدا. من وظیفه‌ام را ادا کردم. میدانید چرا تا کنون شما را ادب نکرده ایم؟ زیرا امیر مومنان تلاش می کند تا جان مسلمانان حفظ شود و امیدوار است تا از کارتان بازگردید. مشکل اساسی شما همین است. بر اساس شهرت از مردم پیروی میکنید، نه بر اساس کردار آنها. وای بر تو که حد و اندازه خودت را نمیدانی. اگر فرستاده امیر مومنان نبودم میدانستم چگونه پاسخت را بدهم. نشان بده چه میکنی. آنچه را که ابن سعد گفت را شنیدی، پس سخن اضافی برای چیست؟ ما و شما تا زمانی که آسمان ها و زمین برپاست با هم یک جا جمع نمیشویم. امیدوارم در آخرت نیز با یکدیگر جمع نشویم. کاملا آماده باشید. خداوند شما را برای این کار برگزیده. هر کدام از این کافران را دیدید خونش حلال است. حلال است، بزرگ و کوچکشان بر شما. آرام باش ابن وهب، آنها بالاخره برادرانت هستند اگرچه بر ما ستم کردند. تو بهتر است اشعارت را بخوانی، کاری به این کارها نداشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به برادران مؤمنش در مصر. سلام بر شما. خداوند را سپاس میگویم، آن خدایی که هیچ معبود برحقی جز او نیست. و اما بعد یکی از بندگان خدا را نزد شما فرستادم. او مالک ابن حارس از قبیله مزهج است. دستوراتش را بشنوید و اطاعت نمایید. اگر به شما فرمان پیش روی داد پیش بروید و اگر فرمان جهاد داد حرکت کنید، زیرا او فقط با فرمان من حرکت می کند. خداوند شما را هدایت و محافظت نماید و بر یقین ثابت قدم بگرداند. و سلام. ای کاش در کنار علی ابن ابی طالب مانده بودم.
أنوار أحمد قد شعت من القمرين ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين أنوار أحمد قد شعت من القمرين طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين ما كان للإنسان في الجوف من قلبين لكن حبهما نسكنه في العينين لكن حبهما نسكنه في العينين صلى عليك الله يا سيد الثقلين أنوار أحمد قد شعت من القمرين من الحسن ومن الشهيد حسين أنوار أحمد قد شعت من من الحسن ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وكذا على الحسن من وحد الصفين وعلى الحسين والحق في الثقلين وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين